سلام علیکم دوستان подписчиков و غیر از подписчиков. امیدوارم که برای همه کسا این ویدیو فایده آور باشه. خب امروز یک نمودی ذخیره کردن، راه آسان و قلای‌ترش. بعد کافل زدن ذخیره را مثل شپکلوفکا ملوی میکنیم. شپاتل کلون میگیریم و تنگ دیوار مثل که شپکلوفکا میکنیم همینطور میشکنیم پر میکنیم. بعد از اون میبینید خیلی که دیده است جوی شکی شپاتل کلونی میکنه. شپاتل مایده پاکی میشکنیم تا اینکه تنگ دیوار جذب نکنیم. شپاتل مایده را استفاده میبریم. همین خیلی مثل شپکلوفکا میشکنیم در تنه کافه. بعد از او با همون شپاتل خیلی نگاه کنید خیلی میکشیمش تازه میشود تنه دیوار. دیگر در این یگان نمودی لطه آب در کار نمیشود برای شکیدن و تازه کردنش. تمام این هم شکیدیم تازه کردیم تنه دیوار تازه شده سفید شد تمام دیگر. بعد از این چیکار میکنیم؟ بعد از این تجربه میگم که چیکار میکنیم. شما تا آخرش تماشا کنه فایده کنه. اینایی پرچتکی داریم در دستمون تمام لطه در کار نمیشوه. بنوگی چلیکامون همون شوفو را میشکنیم. آن همه خیلی که میبینه میشکنیم تازه میکنیم. با کفی دستمون با پرچتکیمون قطعی یک بار میشکیمش تمام برادر مثل که نو ای مغازین خریده باشیش. هم خیلی تازه آزاده و فسان و زیبا می شود. اگر کسی که در کانال ما مهمان باشه پادپیسات نکرده باشه خواهش میکنم پادپیسات کنه، کانال دستگیری کنه تا نوارهای دیگر همیشه سربلند موفق سرسبز خورم باشه.